فراخوان دکتر سلمان الجمیلی رئیس فراکسیون پارلمانی العراقیه در مجلس عراق به بازگشت فوری مجاهدین از لیبرتی به اشرف. حضور اعضای مجاهدین خلق در عراق در کادر قانون بین المللی است و حفاظت آنها باید تضمین شود. انتقال آنها از اشرف به کمپ لیبرتی اشتباه بود. دکتر سلمان الجمیلی رئیس فراکسیون پارلمانی العراقیه در مجلس عراق به حکومت عراق فراخوان داد که مجاهدین خلق را از کمپ لیبرتی برای پایان دادن به حملات محتمل علیه آنها فوراً به کمپ اشرف بازگرداند. رسانه‌های عراقی ضمن انتشار فراخوان دکتر سلمان الجمیلی نوشتند الجمیلی تاکید کرد طی مدت طولانی که مجاهدین در اشرف بودند، آنطور که در لیبرتی هدف قرار می‌گیرند به طور مستقیم مورد هدف قرار نگرفته بودند، زیرا اشرف برای آنها امن‌تر و باثبات‌تر است. الجمیلی افزود اعضای مجاهدین خلق در کادر قانون بین المللی در عراق هستند و تا زمانی که جامعه بین المللی حضور آنها در عراق را به رسمیت می‌شناسد، باید حفاظت و رسیدگی‌های انسانی لازم را برای آنها تضمین کرد و ما همانطور که انفجارها علیه مردم عراق را محکوم می‌کنیم، مسلماً حملات ماه فوریه گذشته به کمپ لیبرتی را محکوم می‌کنیم، حملاتی که منجر به شهادت 8 تن شد و بیش از 100 مجروح بر جای گذاشت. سلمان الجمیلی خاطر نشان کرد انتقال مجاهدین از کمپ اشرف در استان دیالی به کمپ لیبرتی در استان بغداد اقدامی اشتباه بود و بازگرداندن آنها به اشرف یکی از راه حل‌های پایان دادن به خطر حملات محتمل علیه آنها در کمپ لیبرتی است. الجمیلی تاکید کرد که حکومت عراق باید به دلیل حمله‌ای که علیه آنها در کمپ لیبرتی صورت گرفته است، آنها را فوراً به قرارگاه اشرف بازگرداند و در ارائه همه نوع حمایت انسانی و رسیدگی معنوی و عملی به آنها درنگ نکند. خبرگزاری نینای عراق در گزارش خود نوشت دکتر سلمان الجمیلی از رهبران العراقیه از حکومت خواست تا ساکنان کمپ لیبرتی را فوراً به قرارگاه اشرف بازگرداند. رئیس فراکسیون پارلمانی العراقیه در مجلس عراق گفت اعضای مجاهدین خلق در کادر قانون بین المللی در عراق هستند و تا زمانی که جامعه بین المللی حضور آنها در عراق را به رسمیت می‌شناسد، باید حفاظت و رسیدگی‌های انسانی لازم را برای آنها تضمین کرد. مرکز خبری عراق برای همه نیز با انتشار موضع‌گیری دکتر سلمان الجمیلی نوشت سلمان الجمیلی از رهبران العراقیه از حکومت عراق خواستار بازگرداندن فوری مجاهدین از کمپ لیبرتی به اشرف شد و اعلام کرد حمله به کمپ لیبرتی باعث می شود ما با دیده شک و تردید به عملکرد ارگانهای امنیتی نگاه کنیم.